بیایید با ما فیزیک را با آسانترین و جالبترین شکل بیاموزید. با تحلیل ساده و ترفندهای کاربردی فیزیک دیگر سخت نیست. فیزیک علمی است که رازهای جهان را برای ما آشکار می کند و با درک حرکت، انرژی و نیروها به ما کمک می کند تا دنیا را بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. خوش آمدید میگم شما را به جلسه دوم درس فیزیک. امروز ما شما انشاءالله به ادامه درس گذشته تاریخچه علم فیزیک میخوانیم، تقسیم بندی علم فیزیک بر حسب نظری میخوانیم و همچنین تقسیم بندی علم فیزیک بر حسب دوره میخوانیم. خب تاریخچه علم فیزیک میخوانیم. گرچند پی بردن به سرچشمه و آغاز علم فیزیک کاری خیلی دشوار است، اما ما شما نظر به کتاب‌های مکتب تاریخچه علم فیزیک را به صورت خیلی خلاصه معرفی میکنیم. خب تاریخچه علم فیزیک قبل از سال 1850 میلادی شاگردای عزیز ما هر آنچه معلوماتی را که از طبیعت دانشمندا کسب میکردن، هر آنچه داشته ها یا تجربیات را که ما حاصل میکردن در قالب یک مضمون یا یک بخش میگنجانیدن. او بخش به نام فلسفه تجربی یا فلسفه طبیعی یاد میشدن. یعنی قبل از سال 1850 ما هیچ مضمون مشخصی به نام کیمیا، بیولوژی، جغرافیا، تاریخ اینی مضمونات نداشتیم. مکمل معلومات و داشته های دانشمندا و تجربیات دانشمندا و نظریات دانشمندا فقط در قالب یک مضمون مشخص یا یک بخش مشخصی به نام فلسفه تجربی یا فلسفه طبیعی جمع می شدن. اما بعد از سال 1850 یک تغییرات یا یک بخشبندی مشخصی صورت گرفت. مثلا بعد از سال 1850 فلسفه تجربی یا فلسفه طبیعی تجزیه شد. چرا تجزیه شد؟ چون حجم معلومات و حجم تجربیات و نظریات دانشمندا خیلی زیاد شده بود. بنابراین بعد از سال 1850 از شاخه فلسفه تجربی یا فلسفه طبیعی بخش‌های مانند کیمیا، مانند ستاره شناسی، مانند زمین شناسی، مانند فیزیک و بعضی بخش‌های دیگر از بدنه فلسفه طبیعی چه شد؟ جدا شد. بنابراین ما سال 1850 را به عنوان سال استقلال علم فیزیک از بدنه فلسفه طبیعی می‌دانیم. یعنی خودش سوال فرم کنکور هم است که علم فیزیک در کدام سال میلادی به عنوان یک علم مستقل و به عنوان یک علم مشخص شناخته شد. در سال 18 چه بود؟ 1850 بود. این تاریخچه خلاصه ای از علم فیزیک. در تاریخچه علم فیزیک همین قدر ما و شما فهمیدیم که قبل از سال 1850 هر آنچه معلومات یا هر آنچه نظریات یا هر آنچه گفته های دانشمندا بود فقط در یک قالب که او در فلسفه طبیعی یا فلسفه تجربی بود جمع می‌شدن. اما بعد از سال 1850 مضامین کیمیا، ستاره شناسی، زمین شناسی، فیزیک و بعضی مضامین دیگه از بدنه فلسفه طبیعی جدا شد که همین سال 1850 را ما به عنوان سال استقلال علم فیزیک می‌دانیم. یعنی علم فیزیک در سال 1850 میلادی به عنوان یک علم مشخص و معین تحت نام خود فیزیک چه شد؟ آغاز به مثلا ادامه معلومات کرد. خب این از تاریخچه علم فیزیک بود. بریم دنبال تقسیم بندی فیزیک بر حسب نظری. ما به خاطر که بفهمیم فیزیک را بیشتر و درست‌تر تحلیل بتونیم، در بخش‌های مختلف و در بخش‌های جداگانه بتونیم یک معلومات خوبتر و بهتری را کسب کنیم، فیزیک را تقسیم بندی می‌کنیم. ابتدا فیزیک تقسیم بندی می‌کنیم بر حسب نظری. فیزیک بر حسب نظری به 5 بخش تقسیم میشه. بخش‌های مانند بخش مکانیک است، بخش ترمودینامیک است، بخش الکترومغناطیسی است، بخش مکانیک کوانتومی است و همچنان بخش چی است؟ بخش نسبیت است. خیلی فیزیک بر حسب نظری به 5 بخش تقسیم شد. 1 بخش مکانیک، 2 بخش ترمودینامیک، 3 بخش الکترومغناطیس، 4 بخش مکانیک کوانتومی، 5 بخش چه بود؟ نسبیت. از هر بخشش تعریف‌های خلاصه و تعریف‌هایی که بتونه یک مفهوم کلی را در او بخش برسانه ما یاد می‌گیریم. ابتدا این بخش مکانیک می‌خونیم. ببینید شاگردان عزیز، بخش مکانیک یک بخش از فیزیک را میگه که درباره کتله‌های معمولی و درباره سرعت‌های معمولی بررسی میکنه. سرعت‌های معمولی کدام سرعت‌ها را میگه؟ سرعت‌هایی را میگه که برای ما بسیار
راحت قابل تصور باشه و همچنین ما بتونیم روزمره به اطراف خود سرعت های معمولی را ببینیم. مثلا سرعت معمولی مثل سرعت یک بایسیکل، سرعت یک موتر، سرعت یک موتورسیکل، سرعت پرتاب یک سنگ، سرعت حرکت یک توپ، اینها از جمله سرعت های چی است؟ سرعت های معمولی است. و همچنین کتله های معمولی. کتله های معمولی کتله هایی رو میگه که با چشم عادی قابل دید باشه، مثل کتله مارکر، کتله یک سنگ، کتله یک درخت، کتله یک دروازه، کتله یک دیوار، کتله یک کوه. اینا از جمله کتله های چی هست؟ کتله های معمولی است. خلاصه سرعت های معمولی و سرعت های گفته میشه که ما روزانه میتونیم ببینیم و قابل تصور است به راحتی. و کتله های معمولی همچنان کتله هایی رو میگه که قابل دید است و کتلش بزرگتر از کتله اتم است. چرا بزرگتر از کتله اتم؟ چون کتله اتم با چشم عادی قابل دید نمی باشه. ما برای از اینکه کتله اتم را ببینیم از میکروسکوپ چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. این بخش اول بود. خیلی بخش مکانیکی ما از سرعت های معمولی و کتله های معمولی بحث میکنیم. بریم دنبال بخش چندم. بخش دوم، بخش ترمودینامیک. بخش ترمودینامیک از حرارت بحث میکنه. یعنی ما در بخش ترمودینامیک ابتدا مفهوم خود حرارت میفهمیم، بعد موضوعات درباره حرارت مثل این که حرارت چگونه انتقال میکنه و کدام طریقه، مثلا به طریقه هدایت چه قسم انتقال میکنه، طریقه انتقال چه قسم انتقال میکنه، طریقه تشعشع چه قسم انتقال میکنه. این موضوعات را ما درباره حرارت میخوانیم. خیلی بخش ترمودینامیک او بخش را میگه که هر آنچه مربوط به حرارت است در اینمی بخش گنجانیده شده و ما به دنبال اینمی بخش میایم که درباره حرارت معلومات حاصل کنیم. بخش سوم، بخش الکترومغناطیس است. الکترو به معنی برق است و مغناطیس هم به معنی آهنرباز. در بخش الکترومغناطیس ما برق و مغناطیس و روابط برق مغناطیس رو میخوانیم. شما حتما به یاد دارین که ما در فیزیک صنف نو قوانین اورسته را میخوانیم، مثلا قانون دست راست، قانون دست راست را میخوانیم، فلکس مغناطیسی را میخوانیم و بعضی موضوعاتی که اونها به اساس روابط برق مغناطیس استوار است. خیلی هر آنچه که رابطه برق با مغناطیس برقرار میکنه اگر بخوایم معلومات حاصل کنیم مییم دنبال بخش سوم. در بخش سوم الکترومغناطیس داریم. به همین دلیل است که رابطه بین برق و مغناطیس ما در بخش الکترومغناطیس مطالعه میکنیم. بخش چهارم بخش مکانیک کوانتومی است. مکانیک کوانتومی برخلاف بخش اول ما، یعنی بخش مکانیک برخلاف این از سرعت از ذرات چی بحث میکنه؟ از ذرات میکروسکوپیک. ما در بخش مکانیک ذرات میکروسکوپیک نداشتیم. در اینجا کتله های معمولی یعنی بزرگتر از اتم داشتیم. اما وقتی در بخش مکانیک کوانتومی میایم ذرات میکروسکوپیک مطرح است. در اینجا ما ذرات را میخوانیم مانند اتم، مانند کوارک ها، مانند پروتون ها، مانند الکترون ها. در بخش مکانیک کوانتومی ذرات یا جهان ذرات را میخوانیم. یعنی این را میخوانیم که ما اتم را بشناسیم، ذرات اتم با کدام قوه ها، با کدام سازکارها کنار همدیگه قرار گرفته و بالاخره یک جسم بزرگتر میسازه. این بخش ها مربوط میشه به بخش مکانیک